سلام، شبتون بخیر. سوگن هستم. خیلی خوش اومدیم به فال سوگن. این انرژی خانی ما دیشب براتون انجام دادیم در قالب لایو. منتها دیگه اینترنت جوابگو نبود، مجبور شدم که براتون ویدیوشو بگیرم. امیدوارم ببخشید، من سرعت اینترنت واقعا دست من نیست. خودتون دیگه بهتر میدونه موضوع چجوریه. بنابراین گفتم بذار حداقل شمایی که دوست داشتین انرژی خانی و موندین توی لایو حداقل بتونه از این انرژی خانی استفاده بکنیم. خب دوستای گلم، من قهوه رو که با هم برگردوندیم ولی اشکال نداره. من دوباره مجرد هر چیزی که دیدم رو و هر چیزی که جدید ببینم رو براتون بازگو میکنم، پس اصلا نگران نباشید. پس هم قهوه رو براتون میگم و هم کلا انرژی خانی که با تاروت، اوراکل رومانس، فرشته ها، لنوماد، کلا همه رو براتون در نظر میگیرم. خب تا شما دارین نیتتون رو میکنین، یه نیت کلی بکنین روی زندگیتون، روی هر ابعاد زندگیتون که میخواین در نظر بگیرین. یه شمع براتون روشن کردم به نیت سلامتی و آرامش و رفاهتون. چیز دیگه که میخوام برای شماها بگم، دوستای گلم، اگر جدید هستی ما رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو بزنین که ویدیو گذاشتیم متوجه بشین. و دوستای قدیمی هم که میدونم ما همیشه مشتاق دیدن لایک ها و کامنتاشون هستیم. راه ارتباطی ما فقط تلگرام هستش و راه دیگه فعلا در حال حاضر نداریم. اینستاگراممون هم که دیگه در حال حاضر ازش استفاده نمی‌کنیم و کلا دیلیت اکانت کردیم، یعنی دیگه فالو سوگندی توی اینستا نیست، اگر باشه ما نیستیم. بریم سراغ قهوه‌تون، نیت بکنین، انرژی بفرستین تا انرژی خانی رو شروع کنیم. به نام خدا. برای شما چیزی که می‌بینم دغدغه و درگیری های ذهنی در رابطه با مسائل عاطفی وجود داره. احساس میکنم که اخیراً خیلی تمرکزتون روی مسائل عاطفی بیشتر شده. حتی میتونم بهتون بگم که یک کوچولو متوجه شدید که مسائل عاطفی چقدر میتونه تاثیرگذار باشه یا خلأ عاطفی توی زندگیتون هویدا شده، مشهودتر شده. اگر بچه دارید و در مجرد هستید و در تعهد نیستید، این رو بهتون بگم که احتمال داره که دیگه یه جایی انگار خسته میشید، میگید که من میخوام خودم هم زندگی کنم، پس من کی زندگی بکنم. یه چنین چیزی هم برای شما میبینم. بیماری های کلیوی و ریوی برای شما میبینم، این رو باید در نظر بگیرید. یا یه مشکلات زنانه براتون میبینم. یه جشن دیدار براتون میبینم، یه جشن خوشحالی برای شماها میبینم. و چیز دیگه که برای شماها میبینم اینه که یه آقایی خیلی تلاش میکنه که شما رو یه پیشنهادی بهتون میده که شاید این پیشنهاد خوبی نباشه، از لحاظ اینکه پیشنهاد خوبی نباشه، ولی شما مثلا میدونه که ناچارید قبول کنن، منتظره که شما این رو قبول بکنید. اگر هم بچه در تعهلید و یه فرزند دارید، احتمال اینکه مجبور بشه مرد خانواده یه مدتی از خانواده دور باشه به خاطر مسائل مالی و کاری هم برای شما میبینم. چیز دیگه که براتون میبینم حتی انگار مثلا یه بره از زمان مثلا یه بچه مجبوره که پیش مثلا مادر بزرگ کسی بمونه. یه حالت اینطوری هم براتون میبینم. این روزا باید خیلی سرعتتون رو ببرید بالا، یا خیلی مشغله کاری دارین، یا باید سرعتتون رو خیلی بیشتر از قبل ببرید بالا. انگار عرصه رقابت خیلی برای شما زیاده و باید تلاشتون رو بیشتر بکنیم. در رابطه با یک خانم، اگر که یه مدت یه زحمت‌هایی کشیدی، یه کاری کردی، مثلا درس خوندی، مثلا نمیدونم سرمایه گذاری کردی، کار کردی، نمیدونم فعالیت اجتماعی داشتی، الان قرار نتیجهش رو ببینید. یه خانومی که قد بلندی داره، موهای بلندی، موهاش مشکیه، باعث رشد شما میشه، باعث میشه به شما کمک میکنه و باعث موفقیتتون میشه. خب یه پول خوب برای شما میبینم، یه خبر خوش در رابطه با مسائل مالی برای شما ها میبینم، یه رزق و روزی براتون میبینم. انشالله قرار این رزق و روزی براتون فعال بشه. چیز دیگه که برای شما میبینم
دوندن 2 نفر، برای جنسی کردن 2 نفر براتون میبینم که انشالله این هم بیشتر در رابطه با مسائل مالیتون 2 نفر دارن سنگ اندازی میکنن توی مسائل مالیتون، یا مسائل مالیتون بسته به تصمیم 2 نفره. یه حالت اینطوری 2 نفر تاثیر گذارن، میتونه بعد قولی هاشون باشه، میتونه نمیدونم نمیدونم دیگه، به هر حال یه توطئه 2 نفره من در رابطه با مسائل مالیتون میبینم. بریم در رابطه با کارتاتون. من کارتا رو بهتون نشون بدم، گذشته‌تون رو ببینیم چجوریه. یک دیدار عاطفی، یک پیشنهاد عاطفی، یک مسئله بوده در گذشته‌تون که شما خیلی این رو روش حساب کردید، خیلی زیاد روش حساب کردید، اما اتفاقی که در مجموع برای شما افتاده یا با یه دورویی مواجه شدید، یا اینکه شک و ابهام برای شما به وجود اومده. آیا این فرد واقعا میگه دوستم داره، واقعا دوستم داره، اگه واقعا بهم علاقه داره، آیا حرفاش راسته، آیا پیشنهادی که بهم داده درسته، آیا نمیدونم کلا صحت سنجی در رابطه با یک فردی که اون هم میتونه یه فرد عاطفی باشه برای شما در گذشته ابهام برانگیز بوده، یا اینکه نمیدونستین آیا شما همون اندازه که شما دوستش دارید اون هم شما رو دوست داره، یا آیا حاضره به خاطر شما فداکاری بکنه. پس یک شک و ابهام در رابطه با مسائل عاطفی در رابطه با یک فردی من میبینم. بریم ببینیم که دیگه به شما چی میگم. تنهایی. ببین، من قهر و آشتی، کات کردن، هی مدام بحث شدن و قطع شدن، من یه چنین چیزهایی هم برای شماها میبینم. هی مدام حتی یه جاهایی مثلا خودتون هم دو دل بودین در رابطه با این فرد، آیا بمونم آیا برم، آیا این فرد خوبیه یا نه، آیا اون مهر و محبتی که میخواستید بینتون نبوده و بیشتر هم از جانب اون فرد بوده و این خیلی شما رو آزار میده، اذیت میکرده. یه جاهایی تصمیم گرفتید که انگار بی خیال این فرد بشید و بگذرید ازش. حتی بچه‌ها خیلیاتون انگار مثلا پیش مشاور رفتین، پیش کسی که فال بگیره براتون، یه حالت اینطوری، یا حتی پیش وکیل رفتید. من اینها هم برای شماها میبینم. یا اینکه یه سعی کردین مشورت بگیرین، مشاوره بگیرین از آدم ها ولی جالبش اینه خیلی مواظب این هم بودید. حالا شاید آسیب دیده باشید ولی خودتون هم آگاه بودید نسبت به اتفاقاتی که توی زندگیتون داره میافته، مثلا مسائلی که پیرامونتون هستش و خودتون اصلا با شک و تردید بودید. یه چیزی بهتون بگم، من برای شما وقار، متانت، سرسختی، جسارت و مدیریت میبینم. حالا نیتتون هر چیزی که بوده، چه عاطفی چه احساسی، چه کاری، من برای شما درایت میبینم. توی گذشته شما خیلی سعی کردین که درایت به خرج بدین و چجوری بهتون بگم، شتاب زده خیلی مسائل رو نپذیرید، خیلی حرفها رو نپذیرید، خیلی پیشنهادات رو نپذیرید. بریم ببینیم که توی حال چی میگم به شما. توی حال به شما پیش صحبت از این میکنه که یه تغییر تحول اساسی، یک کشش، یک انگیزه، یه چنین چیزی هم برای شما میبینم. این کشش بیشتر رو ابعاد عاطفیتون بچه ها هستش و حتی شما شاید یه سری نشونه ها هم دیده باشید. حالا این کشش و این تغییرات، ببین یه تغییراتی هست، خب یه کششی وجود داره. این روزا شما متوجه یک سری مسائل میشید، متوجه این میشید که دقیقاً چی میخواید از زندگی. الان در حال حاضر متوجه شدید چی میخواید و دارید تمام تلاشتون رو میکنید تغییر کنید. بچه من صرفا اینجا اینو احساسی نمیبینم، با وجودی که 10 جام برای شما افتاده. من این رو برای شما اشتیاق و علاقه به تغییر شرایط کنونی میبینم. انگار فهمیدید که دارید از کجا میخورید، انگار فهمیدید کجای کار اشتباهه، انگار فهمیدید که
مثل یه آبی هستید که راکده و باید جریان پیدا بکنه. این رو کاملا انگار متوجه شده و دارید تلاش میکنید که تغییر بکنید و خیلی هم میدونید که باید به سرعت پیش برید و خیلی نشونه ها دارید میبینید که میدونید باید تغییر بکنید. بچه تغییر رو من الان در حال حاضر یا باید انجام بدید یا متوجه میشید که باید انجامش بدید. یه گشایش برای شما ها میبینم. اگر کسی داره پنهان کاری میکنه، بدجنسی در حقتون میکنه، یه گشایش برای شما ها میبینم. یه کسی شما رو ناامید کرده. خب یه کسی شما رو ناامید کرده، اما این ناامید کردنت بچه توی قهوه‌تون هم بود، جفتش هست. ببین دقیقا این توی قهوه‌تون هم همین مصداق رو داشت. یه کسی شما رو ناامیدتون کرده، ولی این ناامیدی یه جورایی کلید گشایشه. و بعد ببین چه دوتا کارتی، بذاری من اینطوری بهتون نشون بدم. ببینید چه دو کارتی برای شما افتاد. چیزی که میتونم به شماها بگم اینه که این ناامیدی و این چیزی که ناامیدتون کرده عملا یک کلید گشایش برای شماها هستش. توی این ناراحتی، توی این که توی این حسرت ها، توی این آها، یه واقعیت هایی برای شما روشن میشه که این واقعیت ها خیلی میتونه زندگی شما رو تکون بده. ببین نمیدونم نیتت چیه، عاطفی، احساسی، هر چیزی که هستش، یه گشایش بزرگ برای شما هست در حال حاضر. رسیدن به خوشبختی. اگر بحث سلامتیت بوده، سلامتیت رو به دست میاری و اگر بحث آرامشت بوده، به خوبی اتفاق میفته. فقط یه چیزی بهت بگم، عجولانه رفتار نکن، کسی رو مورد اتهام قرار نده. اگر مشکلاتی الان در حال حاضر داری، لازم نیست که تو هی به همه قرب بزنی، تیکه پرونی بکنی یا انگشت اتهام سمت کسی ببری. این رو بهت بگم که باید یکم صبوری کنی، متانت به خرج بده و قدردان اطرافیانت باش، قدردان زحمت هاشون، قدردان محبت هاشون، قدردان صبوری هاشون باش که اتفاقات خوب برات در راهه. بریم روی آینده، ببینیم آینده انرژی خانی شما به چه صورت هستش. عزیزم الان در حال حاضر خستید از انتظار. اوه اوه اوه. بذار کارت ها رو بهتون نشون بدم. کارت دو جام برای شما افتاد، کارت گل برای شما افتاد، کارت رومانس برای شما افتاد و خستگی از انتظار. انتظارات شما قراره به پایان برسه. خوشبختی در خونت رو میزنه. اگر منتظر ازدواجین، ازدواج برای شما اتفاق میفته به بهترین شکل ممکن و یه رابطه عاطفی و رومانسی رو تجربه خواهید کرد. چیز دیگه ای که برای شما میتونم بگم، یه دیدار عاطفی میبینم برای شماها. انتظارها به پایان میرسه، یک هدیه شما دریافت میکنید و احساس رضایت قلبی انشالله. دیگه چی؟ اگه از لحاظ مسائل مالی الان درگیر مسائل مالی هستی، میگه ببین تو الان بهترین زمانه که تکون بدی به مسائل مالیت. ببین کارت شب در نشونه مالی خیلی خوبیه. خب و این هم من اینجا اشتیاق میبینم و الان فرشته هم بهت میگن تو آماده ای. خب حالا من چی اینجا میتونم به تو بگم؟ اگه که فکر میکنی کافی نیستی، اگر از لحاظ مسائل مالی احساس میکنی به بنبست خوردی یا شرایطت خوب نیست، پیشنهاد کاری نداری یا حالا هر چیزی، یا فکر میکنی ناکافی هستی یا فکر میکنی نمیتونی، آقا الان بهترین شرایط ممکنه برای تو که بتونی موفق بشی، رشد مالی داشته باشی. اخبار نخون، این رو بهت بگم. افکار منفی بریز دور. اگر کسی انرژی منفی بهت میده باهاش خداحافظی بکن. تو الان زمان مناسبی که تو بتونی یه تغییر اساسی توی زندگیت از لحاظ مسائل مالی بدی. از لحاظ مسائل رومانست هم که آقا اصلا زمان مناسبیه. اگر فکر میکنی طرف مقابلت داره بهت خیانت میکنه، سخت در اشتباه، ایشون به تو خیانت نمیکنه. اگر تنهایی از لحاظ عاطفی احساس تنهایی میکنی، کسی رو خواهی دید که قلبت براش بتپه، اشتیاق زیاد پیدا بکنی. یه رابطه عاطفی. ببین بچه‌ها من واقعا آینده‌تون رو خیلی خوب دیدم و نگرانی هاتون رو واقعا
نادرست دیدم. نگرانی هایی دارید که اصلا ارزش فکر کردن نداره. یعنی نکنه اگر ارزش فکر کردن نداشته باشه نباید نگرانش باشی، حلش کن، برای تو به راحتی حل میشه. اصلا نمیفهمم چرا اینقدر نگران، نمیفهمم چرا اینقدر استرس دارید. زمان مناسبیه، توانایی های تو بهترین تایمه و تو بهترین چی میگن شرایط رو داری برای اینکه شرایط رو بهبود ببخشی. شرایط برات خوبه، دیدارهای عاطفی خیلی خوب برات میبینم، موفقیت برات میبینم، از لحاظ مالی هم که برات گفتم خیلی انرژی خانی تو خوب بود. من اصلا دلم نیومد که لایو این شکلی شد بی خیالتون بشم، گفتم حتما بذار این انرژی خانی براتون انجام بدم که ادای دین کرده باشم. پس شما باید حتما لایک بکنین، کامنت برام بذارید که من هم دلگرم بشم. دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین. شب و روزتون بخیر، خدا نگهدار.